که ببینیم چه چیزهایی گفتیم. گفتیم که هدف چه چیزهایی هست، چه چیزهایی نیست و جهنم کجاست. و راجع به این صحبت کردیم که اون شخصیتی که میتونستی داشته باشی، وقتی اون شخصیتی که در حال حاضر داری رو ملاقات میکنه چه حسی داره. برای خیلی‌ها یک حسرت بزرگه و برای خیلی‌ها یک افتخار بزرگ. امیدوارم که شما جزو اون دسته‌ای باشید که افتخار بزرگ نصیبتون میشه. حالا زود برید یه خودکار و کاغذ بیارید و این تستی که میخوام بهتون بگم و یادداشت کنید و به خودتون نمره بدید. میخوام 2 تا سوال ازتون بپرسم و نمره‌ای که شما میدید از 0 تا 10 هستش. 0 یعنی هیچی اصلا، 10 یعنی همه تلاشمو میکنم، با تمام وجودم جلو میرم. اول اینکه چقدر برات یادگیری مهمه و چقدر حاضری براش تلاش کنی. 0 یعنی هیچی، همین الان ویدیو رو قطع میکنم میرم پی کار و بار و زندگی. نیم یعنی حداقل میمونم تا پایان این جلسه آموزشی. 10 یعنی همه تلاشم، هر کاری که از دستم بر بیاد رو انجام میدم برای اینکه بتونم این یادگیری مهم رو انجام بدم. و سوال دوم، چقدر تعهد داری که تا پایان این 100 روز در کنار من باشی؟ حالا این 100 روزه از کجا اومد؟ من میخوام برای شما 100 روز رو ترسیم کنم که تو این 100 روز کنار من باشید، کنار همدیگه رشد کنیم و دونه دونه آرزوهامون رو تیک بزنیم. البته اونایی که منطقی‌ان. سوال آخری که میخوام ازتون بپرسم اینه که چقدر حاضری، حالا جوابی که براتون به دست اومده رو، چقدر حاضری یه کاری کنی که یه کوچولو نمرت اضافه بشه. مثلا شما ماکسیموم نمرتون میتونست 20 باشه و حداقل نمره‌ای که داشتید میتونست 0 باشه. چقدر حاضری یه کاری بکنی که این نمره یه کوچولو افزایش پیدا کنه؟ مثلا اگه 15ی بشه 15.5، بشه 16، بشه 16.5. و اینکه حالا یه اقدامی بکنی که این نمره رو در تو نشون بده. یعنی اگر مثلا نمرت 15 است، چجور آدمی هستی؟ همین الان چجوری نشستی پای این آموزش؟ آیا جدی؟ آیا خودکار کاغذ همراهته؟ آیا نوت برداری میکنی؟ یا نه 10 تا کار داری انجام میدی، این فایلم داره پلی میشه. این نکته خیلی مهمیه. شاید الان براتون یه سوالی پیش بیاد و اون سوال این باشه که آخه مگه فایده‌ای هم داره؟ تو این دنیای پر از بدی و پر از اختلاس و پر از بدهکاری و پر از روزای بد، مگه فایده‌ای هم داره من هدف بذارم؟ باید بهتون بگم بله فایده داره. اگر الان وضعیت جامعه و اصلا وضعیت کره زمین بدتر از این شرایطی نیست که ما داریم توش زندگی میکنیم، به خاطر اینکه خیلی از آدما وظیفه‌شون رو درست انجام دادن. خیلی از آدم‌ها بیش از خودشون قدم برداشتن. خیلی از پدر و مادرها تربیتشون رو درست انجام دادن. خیلی از معلمین قدم‌های درست و استواری رو پایه‌گذاری کردن. و به خاطر همینه که دنیا الان اینقدر شرایط رو به بهبود داره. من نمیگم تورم نیست، من نمیگم روزای سخت یا بد رو نداریم، اما امکانات ما در این لحظه از یه شاهی که پادشاه یه مملکت بوده تو 100 سال پیش واقعا بیشتره. همین مثال ساده داشتن اینترنت، دسترسی به هوش مصنوعی و خیلی چیزهای دیگه، یادگیری امروز آسان‌تر شده. پس میرسیم به این جمله قشنگ که مولانا گفته و براتون اینجا نوشتم. مفهومش میشه چی؟ میگه تو نگو حالا مثلا کار خوب من چقدر میتونه ارزش داشته باشه؟ مگه با یه گل بهار میشه؟ نه، تو به این فکر کن که تو یه نفر نیستی، تو هزاران نفری. تو میتونی اثر مرکب داشته باشی روی جامعه. پس پاشو و اقدام بکن. تو مگو همه بجنگند و ز صلح من چه آید؟
تو یکی نیی هزاری، تو چراغ خود برافروز. یعنی چی؟ یعنی باعث خیلی از اتفاقهای خوب دنیا میتونه تصمیم گیری درست شما باشه. یه وقتی میبینی مثلا یه نفری تو خانواده صاحب کسب و کار میشه و استاندارد همه رو بالا میبره. یه نفر تو خانواده تحصیل میکنه و استاندارد همه بالا میره. یه داستانی رو میخوام براتون تعریف کنم. یکی از عزیزان که الان یک صاحب کسب و کار قوی هست تعریف میکرد، میگفتش که تو سن خیلی کم پدر و مادر من فوت کردن. من بچه زرنگ و درسخونی بودم و یه روز پایان سال تحصیلی معلم من یه کتاب کمک درسی گرفت و داد به من. گفت فلانی تو بچه باهوشی هستی، بیا این کتابه رو بخون، من آخر تابستون میام دنبال تو که بریم با هم آزمون بدیم. میگفت منم دوست داشتم درس و اینا رو. رفتم این کتابه رو خوندم. آخر تابستون معلمم اومد دنبال من با اینکه وظیفه نداشت. سوار ماشین شدیم رفتیم. من اون آزمون رو دادم و قبول شدم. تست تیزهوشان رو قبول شدم و بورس شدم تو مدرسه تیزهوشان و این باعث شد که من تبدیل بشم به این چیزی که الان هستم، این آموزش هایی که الان دارم. پس ببینید وقتی یه نفر بیشتر از خودش مایه میذاره میتونه مسیر یک جامعه رو عوض کنه و امروز اون آقای کارآفرین بیش از 2000 تا نیرو داره توی جامعه ارزش خلق میکنه، ارزش آفرینی میکنه و کلی اتفاق خوب رقم میزنه. حالا شاید براتون این سوال پیش بیاد که آیا من فرد مناسبی برای آموزش هدف‌گذاری به شما هستم یا نه؟ قطعاً من یک سری دستاوردها دارم که اگر دوست دارید با من بیشتر آشنا شید پیشنهاد میکنم حتما تو سایت پاکسازی پوست.com ورود بکنید و آشنایی با من رو بخونید. حالا یه سری ویدیو هم براتون خواهیم گذاشت که کامل با من آشنا شید با دستاوردهای من. اما حتی اگر من هیچ کدوم از این دستاوردها رو نداشته باشم، چون جلسه هدف گذاری که امروز میخوایم راجبش باهاتون صحبت کنیم کاملا علمیه و بر مبنای تحقیقات دانشمندانه ارزش این رو داره که زمان بذارید، اجرا کنید و با بازخوردهای خوبتون ما رو خوشحال کنید. میخوایم امروز راجع به هدف گذاری از پیله تا پروانه صحبت کنیم. میدونید کرم‌های ابریشم و پروانه ها خیلی خیلی سبک زندگی جالبی دارن و میتونه کوچک شده ای از زندگی ما باشه. حالا چرخه زندگی پروانه ها رو بریم بررسی کنیم ببینیم که چطور هستن. اول یه سری تخم یا لارو هستن که روی برگ هستن. بعد از اون تخمه یک کرم در میاد 3-4 بار پوست اندازی میکنه، از حالت افقی به حالت عمودی تبدیل میشه. بعد شروع میکنه یک پیله رو دور خودش میتنه. بعد کم کم زمان میبره اون پیله رو باز میکنه، ازش بیرون میاد، بلافاصله نمیتونه پرواز کنه و بعد از مدتی کم کم یاد میگیره که پرواز کنه و تبدیل به پروانه واقعی بشه. هدف گذاری عمیقا شبیه این چرخ است. مرحله تخم گذاری در واقع مرحله خودشناسی هستش که فرد داره که آقا من کیم، من چیم، من میخوام کجا برم. و مرحله کرم مرحله رویا پردازیه، همون مرحله که بهت میخندن و میگن تو میخوای پروانه شی، تو یک کرم زشتی، تو هیچی نمیشی. و این تو هستی که باید روی رویاهات کار بکنی و خودت رو تبدیل بکنی به یک کرمی که میتونه به مرحله پوست اندازی برسه. بعد میای چند بار پوست میندازی، چند بار رویاهاتو رفرش میکنی، بهتر و بهتر میکنی. بعد که رویاهات بهتر شد حالا میری تو پیله ارزیابی، میری توی خودت بررسی کنی که آیا واقعا این هدف منه؟ آیا واقعا میخوام به این هدف برسم؟ و چطور میتونم برسم؟ بعد سرتو میاری بیرون از هدفت و شروع میکنی.
به اسکلت بندی، به اسکلت تنیدن. بعد یه ساختاری میدی به هدفت و برای اون هدفی که داری برنامه‌ریزی میکنی و مهمترین بخش امروز و آموزش امروز اینه که در انتها ما به شما یک چالش 100 روزه معرفی میکنیم و شما رو رها نمی‌کنیم، به شما مسیر رو نشون میدیم و بهتون پرواز کردن رو میآموزیم. خب اولین بخش گفتیم که بخش تخم‌گذاریه. دنیا خیلی تمایل داره از آدم‌ها میانگین بسازه، ولی باید بدونید که ما به صورت زیگزاگی هستیم و میانگین گرفتن از آدم‌ها اصلا کار درست و کار راحتی نیست. پس شما باید مسیر خودتون رو انتخاب کنید. قرار نیست همه مثل هم دیگه نتیجه بگیرن، همه مثل هم زندگی کنن. تو مرحله تخم گذاری یا خودشناسی ما قرار خودمون رو بشناسیم، بدونیم کجاییم، تا حالا چه دستاوردهایی داشتیم، تا حالا چه اقداماتی داشتیم، چه آپشن هایی داریم و این رو هم بدونید دنیا ناعادلانه است. این گوشه ذهنتون از من به یادگار باشه. دنیا اصلا عادلانه نیست. شما یه سری امکانات داری، استعدادات داری، ممکنه پول نداشته باشی. یکی دیگه پول داره، ممکنه امکانات و استعداد رو نداشته باشه. یا هر چیز دیگه ای. با همین پول اینترنت و گوشی که شما الان دارید این دوره رو نگاه میکنید، شاید اگه این دسته خانواده آفریقایی بود باعث میشد که بچه هاشون از گرسنگی نمیرن. پس یادتون باشه دنیا ناعادلانه است و مهمترین کار تو وضعیت فعلی که بخواید برسید به موفقیت اینه که شما بیاید قلق خودتون رو پیدا بکنید. برای مثال یه محتوا به یه نفر جواب میده، به یه نفر جواب نمیده و قرار نیست همه افراد یک نوع جواب رو ازش دریافت کنن. یه مثال براتون میزنم. خیلی هم میگن حسادت بده، اصلا خوب نیست. من میگم حسادت خوبه. حالا بعضی یه ذره مذهبی ترن، میان راجع به غبطه صحبت میکنم. میگن حسادت یعنی که من داشته باشم اون نداشته باشه، غبطه یعنی اون داشته باشه منم داشته باشم. حالا اصلا نمیخوام وارد این بخش بشم که غبطه یا حسادت، ولی من میگم وقتی شما به کسی حسودی میکنید، یعنی چیزی، موقعیتی یا شرایطی رو پیش کسی میبینید و دوست دارید که شما هم اون رو داشته باشید، این یعنی شما یه پتانسیل درونی دارید که نسبت به اون موضوع جذب شدید و باید روش کار کنید. اغلب افرادی که هدفی ندارن میان چیکار میکنن؟ میان پشت سر اون آدم حرف میزنن. این پولا رو از کجا آورده؟ حتما یه آشنایی داشته، حتما یه زیر و رویی کشیده، حتما یه پارتی بوده. ولی اون کسی که هدف داره وقتی یه چیزی میبینه که دوست داره تجربهش کنه، دوست داره داشته باشدش، سوالهایی که از خودش میپرسه توی ذهنش متفاوته. خودش سوال میپرسه چجوری یعنی بهش رسیده؟ من چجوری میتونم برسم؟ تو چند وقت رسیده؟ چه کارهایی انجام داده؟ من چه کارهایی میتونم با شرایطی که دارم انجام بدم؟ و این گزینه خیلی خیلی گزینه مهمی هسته. راجع به حسادت صحبت کردیم. میخوام بهتون یه نکته رو بگم. توی هدف گذاری شما باید با طیف آشنا شید. طیف یعنی چی؟ یعنی من بیام در نظر بگیرم مثلا آیا من اصلا حس حسادت یا رقابت به هم نوع خودم، به هم صنف خودم دارم؟ اگر ندارم بهتره که یه کوچولو این حس رقابت رو داشته باشم. اگر خیلی دارم، خواب و خوراک رو از من گرفته، زندگی رو از من گرفته، بهتره یه مقداری کمش کنم و تمرکزم رو خودم و کارهام بیشتر بکنم. مثلا اگه بخوام یک آموزش رو مثال بزنم، شما باید بیاید اون آموزش رو برای خودتون شخصی سازی کنید. یعنی چی؟ یعنی مثلا بگی که آقا من وقتی هدف گذاری میکنم آیا صدمو میذارم تو هدف گذاری، از خواب و خوراک میافتم که تک به تک آیتم ها رو انجام بدم، یا نه وقتی یه آیتمی عقب میافته یا بهش نمیرسم خیلی ساده از کنارش رد میشم و اصلا برام اهمیت نداره. اگر مورد اول هستی باید یه ذره شل کنی، اگه مورد دوم هستی باید یه ذره صفر بگیری. و نکته خیلی مهم بعدی اینه که
شما باید با خرد انگیزه هاتون آشنا بشید. خرد انگیزه چیه؟ کارهای کوچکی که به لفظ خودمونی به جون شما اضافه میکنن. کارهای کوچیکی که حالتو خوب میکنن. مثلا من دوست دارم که با آدم‌ها ارتباط داشته باشم. فروش و خرید رو دوست دارم. اینکه ارزش به آدما بدم رو دوست دارم. خب آموزش برای من خیلی میتونه گزینه خوبی باشه. یا مثلا من کار با تکنولوژی رو دوست دارم. یادگیری مداومم دوست دارم. پس یه سیستم آموزش مجازی میتونه برای من گزینه خوبی باشه. و یه نکته رو یادتون باشه. باید شغلتون رو قاطی این خرده انگیزه ها کنید که دچار فرسودگی شغلی نشید و یا اینکه شغلتون رو عوض کنید. اینجوری میشه که خیلی از آدما بعد از 30 سال 30 خورده سال کارمند بودن از خودشون بدشون میاد، مسیرشون رو گم کردن، حالشون به خودشون خوب نیست. اما اگه شما در طول کارهایی که انجام میدید در طول روز بیای و ببینی که کجاها میشه خرده انگیزه ها تو قاطیش بکنی، قطعا حال روز بهتری خواهی داشت، ذهنت آرومتره. و یه نکته ای بچه‌ها، شما باید یک مسیری رو انتخاب بکنید که طی کردنش براتون خوشایند باشه. نمیگم 100% از بی بسم الله تا نون پایان گل و بلبل باشه ها. نه، ولی واقعا شما باید یک سری دلخوشی ها در اون مسیر داشته باشید که کمکتون بکنه. و نکته بعدی اینه که اغلب افراد فکر میکنن که افراد موفق افرادی هستن که یک مسیر مستقیم رو رفتن، اما اینطور نیست. توی این مرحله باید با مفهوم پیوت یا چرخش شما رو آشنا کنم. ببینید وقتی یک صاحب کسب و کار میاد یه پلنی رو در نظر داره و شروع میکنه به اجرا کردن، یه جاهایی میخوره به بنبست، میخوره به دیوار، میخوره به مانع و باید چرخش رو یاد بگیره. چرخیدن یا پیوت کردن رو باید یاد بگیره. برای مثال یه پلن پایه داره، 100 بار جزئیاتش رو تغییر میده. حدودی میدونه چی میخواد، اما در مورد جزئیات به شرایطش، به دانسته‌هاش، به داشته‌هاش، به موقعیت جامعه باید نگاه بکنه و حرکتش رو تغییر بده. میخوام راجع به جلسه اولی که باید با خودتون بذارید صحبت بکنیم. جلسه اولی که قراره با خودتون بذارید یک جلسه 40 تا 50 دقیقه‌ای هستش و باید خرده انگیزه هاتون رو پیدا بکنید. اگر که بخوام بهتون بگم که چطور بیشتر میتونید با خرده انگیزه ها آشنا بشید، هم میتونید از چت جی پی تی استفاده بکنید، هم میتونید کتاب اسب سیاه آقای تادروز به ترجمه آقای پیام بهرامپور رو بخونید. خیلی میتونه بهتون کمک بکنه. نکته بعدی یا جلسه بعدی گام دوم هست که توی این بخش باید راجع به رویاپردازی یا بلند پروازی صحبت کنیم. اغلب افراد مخصوصا خانواده درجه یکمون چون که میخوان از ما مراقبت و محافظت کنن و ما رو خیلی دوست دارن، میان عملکردی مشابه عملکرد مغز انجام میدن. یعنی برای اینکه از ما محافظت کنن ما رو دور میکنن از خیلی چیزا و این باعث میشه که تجربه نکنیم. حتما براتون پیش اومده وقتی میاد یه مثالی رو به پدر مادرتون با ذوق و شوق تعریف میکنید میگن آها فقط به عقل تو رسیده. آره ریختن برات، قبل تو هیچکی این کارو نکرد. یعنی یه جوری بال و پرتون رو میشکنن انگار از روز اول هیچ بال و پری وجود نداشته. اما باید بهتون بگم که بچه‌ها بلند پروازی اصلا و ابدا کلمه بدی نیست، یه طیفه. شما باید ببینید چقدر در اون شرایطی که دارید به بلند پروازی بال و پر میدید. اگر اصلا تا حالا روی پردازی نکردید، هیچ دیدی نسبت به آینده ندارید، من بهتون پیشنهاد میکنم حتما بلند پروازی کنید. اگه نه کارهای روزانه‌تون رو دچار اختلال کرده، یعنی فقط شما صبح تا شب میشینید بلند پروازی میکنید که آیا اگه من انقدر پول داشتم این کارو میکردم، آیا اگه فلان جور بودم فلان کارو میکردم و هیچ اقدامی نمیکنید جلوی اقداماتتون رو گرفته، بله باید روی پروازیتون رو کم بکنید و به طیف‌های دیگه زندگیتون برسید.
تو مبحث بلندپروازی گفتیم که شما باید یک سری رویاها داشته باشید. میدونید دلیل اینکه خیلی از افراد زندگی لوکس یا آرزوهای لاکچری برای خودشون نمیچینن چیه؟ اینه که خودشون رو لایق یک زندگی ارزشمند نمیدونن و شما باید به عنوان سکاندار کشتی زندگیتون روی این بخش کار کنید و کیفیت زندگیتون رو بالا ببرید. آقای جان مکسول یه جمله‌ای داره که راجع به اینه، میگه بهترین راه برای اینکه ایده‌های ناب و خوب داشته باشی اینه که ایده‌های زیادی داشته باشی. اینجاست که مبحث احتمال به وجود میاد. ما میگیم برای اینکه مثلا شما در یک قرعه کشی برنده بشید شانستون رو باید بالا ببرید، یعنی امتیازهاتون رو بالا ببرید. هر چقدر امتیاز بالاتری داشته باشید احتمال اینکه برنده بشید هم بالاتره و مبحث احتمال خیلی مهمه. آقای دیوید آلن که در واقع اومدن سبک GTD رو اختراع کردن، میگن که ذهن برای تولید ایده هاست نه نگهداری. اینجا مبحثی پیش میاد که باید یه ذره متمرکزتر روش فوکوس کنیم و اون اینه که هر چیزی که به ذهن شما میرسه برای اینکه ذهنتون آرامش داشته باشه، خلوت باشه، خلاق باشه، باید روی کاغذ بیارید و اجازه بدید ذهنتون بلافاصله خالی شه و اینکه ذهن اصلاً صندوق قابل اعتمادی برای نگه داشتن ایده ها نیست. ممکن شما امروز یک ایده ناب تو سرتون باشه و فردا دیگه یادتون نیاد. پس خیلی حواستون رو جمع کنید که این ذهنیت‌ها و ایده‌ها رو روی کاغذ بیارید. آقای مارتین لیندستروم سال‌هاست که گوشی همراه نداره و جمله‌ای داره میگه از کلافه شدن فرار نکنید، نترسید. تا سری بیکار شدید نرید سراغ گوشی، نرید سراغ تکنولوژی جدید. یه چند ساعتی با خودتون خلوت بکنید. و آقای گاندی اگر اشتباه نکنم یه جمله‌ای داره میگه بیشتر مشکلات بشر به خاطر اینه که نمیتونه توی اتاق ساکت و تنها بشینه با خودش جلسه بذاره، با خودش تفکر بکنه. بریم سراغ جلسه دومی که قراره با خودتون بذارید. یافتن آرزوها. بچه‌ها دارم راجع به آرزو صحبت میکنم و هنوز به اهداف نرسیدیم. مثلا باید یه سری سوال از خودتون بپرسید. اگه یه گوله چراغ جادو داشته باشم الان بهش چی میگم؟ الان چی ازش میخوام؟ یا اگه میدونستم شکست نمیخورم چه کاری رو ران میکردم؟ چه کسب و کاری رو راه اندازی میکردم؟ یا اگه چند صد میلیارد تومن پول داشتم الان چی کار میکردم؟ یا اگه یه روز مونده بود به زندگیم چه پلنی برای زندگیم میریختم؟ چه جوری زندگی میکردم؟ یا جشن تولد 70 سالگی یا 80 سالگی چه حسرتی دارم؟ یا چه تجربه‌ای یا چه آرزویی دارم؟ و اگه کهنسالی خودم رو ملاقات میکردم چی بهش میگفتم؟ چه تجربه هایی رو دوست دارم توی زندگیم داشته باشم؟ بهترین لحظه‌ای که میتونستم توی زندگی داشته باشم و تجربه کنم چی بود؟ خیلی از این سوالات ممکنه که یک جواب داشته باشه برای شما، ممکنه که چند جواب داشته باشه. واکنش آدم‌های مختلف متفاوت هستش. اما چیزی که مهمه اینه که تو پر خودت نزنی. مثلا نگی من دوست داشتم یه کارخونه فلان داشته باشم، الان که 60 سالمه نمیتونم دیگه، دیر شده. تو پر خودت نزن، بال پرواز یا پر پرواز خودتو نشکن. فعلا فقط داریم رویا پردازی میکنیم، اصلا نه دنبال نتیجه‌ایم، نه دنبال عقلیم، نه دنبال منطقیم. مثال دارم میگم خیلی از افراد عاشق فضان. ممکنه که یکی از آرزوهاشون این باشه که خب سفر کنن به فضا. ممکنه با زندگی روزمره خودمون با عقل خودمون جور در نیاد. اشکالی نداره، فقط راجع به پرورش رویاهاتون تفکر کنید و مهم نیست که راجع به چی دارید فکر میکنید. فقط اجازه بدید ذهنتون پرسه بزنه، پرواز کنه و یادت باشه که دنیا
برای رنج تو ارزشی قائل نیست، اما برای راه حل رنج تو ارزش قائل. برای مثال یه روزی تاریکی آدما رو اذیت میکرد. خیلی از آدما اذیت میشدن. یه آدمی مثل ادیسون میاد لامپ رو اختراع میکنه و دیگه بعد از اون برق توی لامپ هستش و روشنایی اینطور به دست مردم میرسه. دنیا برای رنج ادیسون هیچ ارزشی قائل نبوده. اما برای تصمیم و راه حلی که گرفته که از اون رنج خارج شه احترام قائل. ممکنه یکی از بزرگترین هدف‌های شما برای ایجاد کسب و کار این باشه که بگید من مسیر سختی رو اومدم. من سختی‌های زیادی رو کشیدم. دیگه دوست ندارم آدم‌ها مثل من این مسیر سخت رو بیان. مثل من این سردرگمی رو احساس بکنم. یکی از دلایلی که من الان دارم این دوره آموزشی رو ضبط می‌کنم همینه. به خاطر اینکه می‌بینم خیلی از افرادی که شروع میکنن به راه اندازی کسب و کار نمیدونن چی میخوان از زندگی، سردرگمن، حالشون بده و شروع نکرده تموم میکنن. به خاطر همین یکی از وظایف اخلاقی و اجتماعی که به خودم میدونستم و خیلی اصرار داشتم که این کار رو انجام بدم همون حس خوبی بود که بعد از کمک کردن به آدما هممون تجربه میکنیم. حالا شاید از خودتون بپرسید که من تو چه حیطه‌هایی باید رویا پردازی انجام بدم. تو حیطه خانواده، سبک زندگی، کسب و کار، اوضاع مالی، سلامت جسمی، رشد شخصی و رشد معنوی. یادتون باشه بهونه نمیاریم، انتقاد نمی‌کنیم و در پایان که اومدیم رویا پردازی هامون رو نوشتیم بدون چارت، بدون اصول، حالا میایم یکم پوست اندازی میکنیم. یعنی چی؟ یعنی یکم بالا و پایین میکنیم. به این فکر میکنیم که کجاها رویاهامون میتونه تبدیل بشه به اهدافمون و یادتون باشه هر چقدر هدف‌ها زیادتر باشن ما گیج‌تر میشیم. بنابراین یک سری از هدف‌هایی که اضافه هستن یا تو اولویت نیستن رو بی‌رحمانه حذف می‌کنیم. یک سری‌ها رو هم میایم همکاسه می‌کنیم. یعنی چی؟ یعنی مثلا من دوست دارم زبانم عالی بشه، یه رزومه علمی خوب داشته باشم، توی دانشگاه خوب کار کنم یا تحصیل بکنم، بعد به جاهای مختلف دنیا سفر کنم و بر خودم کسی باشم. اینا رو میام همه رو یکاسه میکنم میریزم توی سبد مهاجرت تحصیلی. یعنی اگه من یه مهاجرت تحصیلی خوبی داشته باشم خب به لحاظ زبان که باید زبان بخونم، زبانم خوب شه، یه رزومه علمی خوب دارم، کشورهای مختلف، شهرهای مختلف رو میتونم ببینم، برای خودم تو کسب و کارم میتونم کسی باشم، میتونم ادامه تحصیل بدم و خب این هدفه اینجا تیک میخوره.